کار وکیلتو سخت نکن. بفهمی شما. درود بر شما. میخوام در مورد آقای نادری‌فر صحبت کنم، اگه اجازه بدید. بفهمی شما هم راجع به آقای نادری‌فر. این آقای نادری‌فر یک روزنامه فروش بود در اورمیه، بچه روزنامه حالا خودشون روزنامه نگار مینامه. اینا کدوم شخصیت هم در اینجا؟ من شمردم در لیست شورای ملی این آقایون 15 تا ایران دوست داریم. نمیدونم خخاب و چرت و پرت نوشتن اینها. این آقای ایمان فروتن چهره شاخص ایناست که در آمریکا اکس کلوب اکس و فجایع جنسی داشت. اینا بک‌گراندشون معلومه. آقای نادری‌فر تو کدوم شخصیتی؟ آقای لولا سیناری شخصیته؟ این که میگه که من نوه نادرشاه افشار هستم و پادشاه آینده آذربایجان خواهم شد. اینا شخصیت شدن. آقای رضا پهلوی واقعا که راست گفتی دل به حالش میسوزه. من دلم به حال ایران میسوزه، به حال ایران که اینا اومدن این شانس بزرگ رو گرفتن، از ملت ایران گرفتن. این بچه هایی که 2 روز آموزش دیدن تو وزارت اطلاعات، اومدن تو کشورهای اروپایی آمریکایی. آقای علی فرهمند عضوشو که شکنجهگر بود در تهران، این الان از اعضای بسیار فعال شورای ملی اینها. آقای امیدوار خودش گفت که ما در پاکستان در سفارت ایرانی ها می اومدن نمیذاشتیم برن بیرون، اونجا کشته می شدن. حالا این اومده آقا توبه گل مرگ آقای همایون نادری‌فر. بگو که روزنامه فروش خودی نه روزنامه نگار، خجالت بکشین از ملت ایران. واقعا جایی شرم داره، ولی ملت ایران آگاهه و این نه بزرگی که به شما زد، این سیلی بزرگی که به شما زد، ولی بشنین سر جاتون. متشکرم.